حالا اون بنده خدا که جریانش گفتیم دیگه کم طولانیه، دیگه موقع رفتن اومد، فردا می‌خواستیم بریم. شوهرش زنش گفت برو پایین کارت ملی اینا رو بگیر، کارتم بگیر برو حساب کن به این طرف. این رفت. گفت وایسا با خانم این برو، خانم این برو. گفت نه من خودم میرم. رفت و بعد نیم ساعت برگشت. گفتیم چی شد؟ گرفت بخاره گرفت. سوار ماشین شدیم وسایل جمع کردیم رفت. اونها فهمیده بودن این کسکشی که میگه لیاقتش این نداره، لیاقتش نداشته. این کسکش داخل نیم ساعت رفته اومده کارتو نکشیده، گفته یه جور دیگه نمیشه حساب کنم. همونجا هم سری داده. همونجا سری داده، کارت کشیده، پولشو خودش گرفته. گفته پول نکنم، در شوهرم میخوام پول بدم. شوهرش هم پول داره، خیلی پول داره. نه که مثلا میگه پول شوهرت پول داره نداره نباشه، زنت اینجوری میشه اونجوری میشه. نه. پول دارم بشی میشه. بعضیا پول دارن باشی لیاقت اون شوهر نداره. کلا ذاتی کلا خرابه. ذاتی کلا خرابه. بعدش شورا که رفتیم ما 6 نفر داخل ماشین بودیم، هوا سرد بود دیگه. رومون پتو کشیده بود. طرفم گفت میخوام این درازو بکشم، شب خوب نخوابیدم، آره اینجوری شد. داخل ماشین حسابش کرد، داخل ماشین مثلا ساعت زد. یعنی ببخشید این بی‌تربیتی که زنم یا مثلا دیدی دارن میسوزن اونایی که میگن لیاقتش نداشته. من اینو میخوام بفهمونم شما خودتون داره میگین این حرفا رو خودتون کلا لیاقت ندارید. واسه اون دارم میگم خودتون کلا لیاقت ندارید که این حرفا دارین میگن که میگین فلان زن لیاقتش نداشته. خودت کلا لیاقت نداری. آره داخل ماشین زد گفتم نگفته بودم دارم آبم میاد ریختن. یه چاره‌ای نداره که داخل اونجا برید اینجا برید دیگه بو میره. چاره نداشت بخور. بعدش پرسیده بودم گفتم چیکار کردی آقا من تو بابا تو خوردم. بعدم جریانای زیاد داره واسهتون توضیح میدم. آره خواستم اینو بگم آدم کسکش ذاتاً خرابه. فکر کن داخل نیم ساعت به اون صابخونه داده بوده. آره قربونت برم ذات تو کلا خرابه.